هی گایز بچه امروز اومدیم با یه ویدیو خیلی خفنه دیگه بچه. این ویدیو در مورد PS4 هستش، در مورد بازی Red Dead Redemption 2 که پارت اولش قراره بذاریم. پس بیم حتی بریم سراغ ویدیو. Let's go. خب آقا اینم از بازی Red Dead Redemption 2 که یک بازی انحصاری PS4 هستش، بازی جذابی هم هست. خب این از بازی Red Dead Redemption 2. اینم شروع بازیه، بریم که شروعش کنیم. آقا این شخصیت ماه که شخصیت ما اسمش آرتوره. حتما به شما پیشنهاد میکنم که این بازی بریزید، چون بازی خیلی جذاب و فکری هستش. اسب ما رو نگاه، اسب ما یارو رو نگاه، چقدر خوشگل اسبش. خب آقا ما بعد از سواری بیش از حد رسیدیم به اینجا که فکر کنم باید بریم پایین از اینجا. بذار ببینم رفتن. آره رفتن پایین. چراغا هم خاموش دارم میکنم، فکر کنم میخوایم بجنگیم اینجا. فقط یکیمون چراغاش روشنه. بله اینجا هم که باید اسبامون رو فکر کنم بیایم پایین. آره خب حالا باید چیکار کنیم؟ باید دنبال این مرده بریم. نگاه تا کجا برفن، تا زانوهاشون تو برفن. اینجا رو نشون کردم برامون، فکر کنم باید بریم قایم شیم. من اومدم اینجا کنم الان. آهان آریک اون سمت باشیم. چند تا اسب اونوره، آدم فکر کنم تو این خونه است.
این آدم هم که اومد پایین. 2 نفر شدن، 1 نفرم عقب رو پلاس. 3 نفر. 1 نفرم از این ور اومد. نه فکر کنم یاره، چون داره تفنگ میکشه. خب دیدید این از جنگه. اون یکی تو در بود اصلا انگار بیهوش شد. چیزم متوجه نشد ما اینجا. خب بابا کی داره منو میزنه؟ خب 1 نفر اون تو هستن. 1 نفر داره فرار میکنه. این هاشش. خب 1 نفر داره فرار میکنه اونور. اینم زدیم. بریم برگردیم بریم چه خبره این بر. خب چاقو هم داره. بذار چاقو نمیشه استفاده کرد. آره چاقو هم بزنگ نمیشه استفاده کرد. خب ما تو خونه رو کامل گشتیم، هیچی پیدا نکردیم، فقط معجون قدرت و معجون زیاد کردن خون رو من پیدا کردم که حالا گفت باید بیام به این سمت علامت زد. خب تفنگ کشید. مرد مومن کی رو میزنی؟ برو عقب. تا بلند شم من اینو بزنم. جلو. بچه اینقدر زدمش که دیگه خون داره میاره بالا. بمیر بزنم بکشمت تا بفهمی یعنی چی زندگی. آره بگو. آها عجب چک تو چکی شد. حرف بزن. خب ما میکشیمش. میخواد به حرفش بیاری یه چکش میزنه میگه حرف بزن. ای با هی نمیمیره. مرد. اینقدر زدمش که نگو. اسلحه. خب کلام هم اینجا بود. هم سریع اومدیم تو پرید رو سرمون هیچ نگفت. بچه میخوایم اسلحه رو بگیریمش. خب کام اسلحه برامون رام شد. بیا بریم. فقط یارو رو چقدر بد زدیم. بچه تو این بازی شاید بعضی ندونم میشه اسبم عوض کرد. همونطور که دیدید اون بالا اومد زده بود لول 1 که اسب شاید فکر کنم شده واسه ما. بریم اینجا. خب حالا باید بریم تو خونه. این زنه کجا اومد؟ چه بزن تو بزنی بود. خب خونه هم آتیش زدن اومدن بیرون.
اونم به آتیش کشیدیم. خب اینم از آرتور، شخصیت خودمون. بچه اگه این ویدیو بازدید بخوره برای پارت دومش هم میریم که بذاریم. خب دیگه حالا اسب شد. حالا اسب رو خودمون میتونیم کنترل کنیم. این همون اسبی بود که از تو انباره در آوردیمش. خب بچه به پایان ویدیو رسیدیم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.